بسم الله الرحمن الرحیم. در برنامه قبل با شکننده های وضو و کارهایی که وضو را باطل می کنند آشنا شدیم. شاید شما هم این سوال برایتان پیش آمده باشد و بخواهید که به جوابش برسید. اساساً برای چه کارهایی باید وضو بگیریم یا چه هنگامی بر ما واجب هست که وضو بگیریم؟ در شریعت اسلامی برخی از کارها هستند که بدون وضو نباید انجام داده بشوند و حتما باید قبل از انجام این کارها فردی که وضو ندارد باید وضو بگیرد. اولین و مهمترین مورد نماز هست. نماز هم هیچ تفاوتی ندارد که نماز فرض باشد یا نماز نفل و سنتی باشد. هر نمازی که شما میخواهید که بخوانید، اولین شرطش این هست که حتما قبل از آن باید وضو بگیرید. پس بنابراین اولین کاری که انسان مسلمان برای انجامش باید وضو بگیرد نماز هست و تفاوتی هم ندارد که چه نمازی باشد، نماز فرضی باشد یا سنتی باشد. هر نمازی که شما تصور بفرمایید حکم شرعی این هست که قبل از آن باید وضو بگیرید. این یک مورد. مورد دوم نماز جنازه هست. گرچه نماز جنازه از یک جهاتی متفاوت با نماز فرض هست، اذان ندارد، اقامه ندارد، رکوع و سجده ندارد و تفاوت‌هایی با نماز فرض وجود دارد، اما باز هم حکمش همین هست که بدون وضو خواندن نماز جنازه جایز نیست. پس بنابراین دومین موردی که حتما باید برای انجام آن وضو بگیریم نماز جنازه هست. گرچه در فقه حنفی نماز جنازه را به عنوان یک دعا تعبیر کردند و وصف کردند، اما باز هم برای انجام آن باید انسان وضو داشته باشد. مورد سوم که در مذهب حنفی ذکر شده سجده تلاوت هست. گرچه بقیه مذاهب شاید نظر متفاوتی داشته باشند، این مورد برای مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هست که حتی سجده تلاوت که نمازی هم شمرده نمی شود، صرفا یک سجده هست، باز هم برای صحت آن و برای انجام سجده تلاوت انسان باید وضو داشته باشد. مورد چهارم مس مصحف هست. دست زدن به مصحف یا قرآن هست. برای دست زدن به قرآن به اتفاق هر چهار مذهب اهل سنت و الجماعت باید انسان وضو داشته باشد، یعنی فرد بی وضو نمیتواند یا اجازه ندارد که قرآن را لمس بکند و دست بزند. منتها اگر قرآن در یک غلاف بود، در یک پوشی بود که منفصل بود، جدا می شد، فرض کنیم که یک غلاف پارچه‌ای باشه یا کارتونی باشه و قرآن و مصحف داخل آن قرار داده شده باشه، آیا برداشتنش جایز هست یا خیر؟ بالاتفاق جایز هست. وقتی که میگوییم که برای شخص بی‌وضو جایز نیست که قرآن را دست بزند، یعنی بدون جلدی که منفصل باشد، بدون حایل جایز نیست. در صورتی که حایلی باشد، پرده و حجابی باشد و در یک جعبه باشد، در این صورت هیچ گونه اشکالی ندارد و دست زدن به قرآن در این صورت جایز هست. مورد پنجم طواف کعبه هست. الان تفاوتی ندارد که این طواف حج باشد یا عمره باشد یا یک طواف عادی باشد، در هر صورت یکی از کارهایی که بدون وضو نباید انجام بگیرد طواف کردن به خانه کعبه هست. پس بنابراین اگر
از شما سوال بشود که در چه جایی انسان باید وضو بگیرد، برای چه کاری واجب هست که ما وضو بگیریم، همین مواردی هستند که خدمت شما عرض کردم: نماز فرض یا نفل، نماز جنازه، سجده تلاوت، مس مصحف یعنی دست زدن به قرآن کریم، و مورد پنجم طواف خانه کعبه. در این 5 مورد واجب هست که حتما انسان باید وضو داشته باشد. و وقتی که میگوییم که واجب هست، یعنی اگر کسی بدون وضو این کارها را انجام داد، یعنی این که مرتکب گناه و معصیت شده. این یک قضیه، یک طرف بحث هست. اضافه بر این کارهای دیگری هم هستند در شریعت اسلامی که برای انجام آنها گرچه وضو فرض نیست، واجب نیست که ما حتما وضو داشته باشیم، اما مستحب هست. مستحب رو قبلا تعریف کردیم، یعنی این که بهتر هست که این کار رو انجام بدیم. اگر انجام نداد، کسی بدون وضو این کارها رو انجام داد، گناهی رو مرتکب نشده، اما بهتر و پسندیده تر، اولاتر این است که برای این کارهایی که عرض می کنم هم وضو داشته باشیم. موارد قبلی که عرض کردم مواردی هست که وضو برای آنها واجب هست. برای این موارد بعدی وضو برای مواردی که عرض خواهم کرد مستحب هست، یعنی اگر کسی وضو نگرفت اشکالی ندارد. مورد اول، وضو برای هر نماز جداگانه. این که انسان مثلا فردی وضو دارد، نماز ظهر را خوانده، الان بعدش نماز عصر آمده، وضویش نشکسته، در این وسط وضوی قبلیش هست، آیا میتواند با وضوی قبلی نماز عصر را بخواند؟ بله میتواند، به اتفاق علما و به اتفاق مسلمانان. اما اگر تجدید وضو بکند، وضوی تازه‌ای بگیرد، این اولاتر و بهتر هست. مستحب هست که برای هر نمازی یک وضوی تازه و جدیدی گرفته بشود. مورد بعدی، برای تلاوت قرآن از غیر مصحف، بدون مس مصحف. قبلا عرض کردیم که برای دست زدن به قرآن واجب هست که فردی وضو داشته باشد، اما آیا برای تلاوت قرآن هم واجب هست که انسان وضو بگیرد؟ خیر، واجب نیست. در صورتی که قرآن رو از روی موبایل میخواند، یا اینکه از حفظ میخواند، یا اینکه حتی از روی قرآن هست اما نیازی به ورق زدن ندارد، هیچ گونه الزامی وجود ندارد که باید وضو بگیرد. اما اگر وضو بگیرد اولاتر و بهتر هست. و همچنین هنگام خوابیدن، قبل از خواب و بعد از بیداری انسان وضو بگیرد، اینم مستحب هست. تمام این مواردی که عرض کردم اینها سنت رسول الله و عمل رسول الله صلی الله علیه و سلم بوده که قبل از خواب وضو می گرفتند، یعنی با وضو می خوابیدند، و وقتی از که یک فردی از خواب بیدار می شود باز هم وضو بگیرد. این هم جزء موارد مسنون و مستحب هست. مورد چهارمی این است که انسان همیشه بر وضو مداومت داشته باشد. یعنی یک فردی فرض کنیم که عادتش این است که همیشه در حالت وضو هست، الان وضوی شکسته، نمیخواهد نماز بخواند، نمیخواهد که قرآن بخواند، نمیخواهد که طواف بکند، نمیخواهد که مصحف رو دست بزند، نه نیازی به سجده تلاوت دارد، فقط دلش میخواد وضو بگیرد. این هم مستحب است. برای چی میخواد وضو بگیرد؟ برای اینکه دوست داره همیشه در حالت پاکی باشد، در حالت طهارت و وضو باشد. این هم یکی دیگر از موارد مستحب است. مورد پنجم، وقتی که انسان جنوب، کسی که در حالت جنابت هست، اگر میخواهد چیزی بخورد یا بنوشد، در این صورت هم مستحب هست که انسان وضو بگیرد. فردی که در حالت جنابت هست اگر خواست که چیزی بخورد یا چیزی بنوشد یا حتی خواست که بخوابد در حالت جنابت، مستحب این هست که وضو بگیرد. حالا سوال، اگر یک فردی در حالت جنابت خورد، آشامید، خوابید، کارهای دیگری انجام داد، آشپزی کرد، خانومی به کودک خودش شیر داد، اشکالی دارد؟ نه، هیچ گونه اشکالی ندارد.
اما اگر میخواهد که بخورد یا بیاشامد یا بخوابد، سنت هست و مسنون هست. عمل رسول الله صلی الله علیه و سلم این بوده، به تعبیری مستحب است. قبلا عرض کردم که تمام اینها در واقع یک معنی را میرساند. پس بنابراین مورد پنجم این است، کسی که میخواهد در حالت جنابت بخورد یا بیاشامد یا بخوابد، برای این فرد هم مسنون هست که وضو بگیرد. مورد دیگر برای اذان و اقامه، کسی میخواد اذان بگوید یا اقامه بگوید، وضو ندارد، بهتر هست که وضو داشته باشد و خصوصا که اقامه که متصل به نماز هست و عادتا بدون وضو امکان پذیر نیست. یعنی فردی که میخواد نماز بخواند اقامه بگوید، خب بعد از آن نماز را شروع میکند، باید وضو داشته باشد. اما فرضاً اگر کسی بدون وضو، بدون اینکه برود وضو بگیرد، اذان گفت، هیچ اشکالی ندارد. اما بهتر و اولاتر این است که به اصطلاح وضو بگیرد برای اذان، برای اقامه، برای خطبه. و یکی دیگر از مواردی که مسنون هست و مستحب هست، وضو گرفتن هنگام عصبانیت هست. یک فردی بسیار عصبی شده، خشمگین شده، مستحب هست که برای فروکش کردن خشم خودش وضو بگیرد، زیرا که این خیلی تأثیر دارد. و یکی دیگر از مواردی که در فقه حنفی به عنوان وضوی مستحب ذکر شده، وضو بعد از خوردن گوشت شتر هست. بعد از این که انسان گوشت شتر خورد، غذا مثلا گوشت شتر بود، مستحب هست که انسان وضو بگیرد. گرچه در برخی از مذاهب مانند مذهب امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه جز واجبات هست، حتما انسان باید وضو بگیرد، اما در مذهب حنفی مستحب هست. و همچنین قبل از غسل جنابت، این هم مستحب هست و سنت و روش رسول الله صلی الله علیه و سلم این بوده که قبل از غسل جنابت حتما وضو هم می گرفتن. یا در موارد دیگر که در برخی از مذاهب اومده که با دست زدن عورت وضو میشکند، با دست زدن وضو. در فقه حنفی ذکر شده بالفرض اگر یک فردی عورت خودش را، عضو تناسلی خودش را دست زد، گرچه وضو واجب نیست در مذهب، اما وضو بگیرد بهتر است، زیرا که در مذهب امام شافعی رحمت الله علیه و دیگر مذاهب این را جزء شکننده های وضو در واقع قرار دادند و شمردند. بعد از این که انسان گناهی رو مرتکب شده باشد، غیبتی کرده یا گناه دیگری رو در واقع مرتکب شده باشد، این هم مستحب هست که انسان وضو بگیرد، زیرا که یکی از آثار وضو این هست که گناه را و خطایی رو که انسان از بین برده، این آثار گناه را از بدن انسان در واقع میشوید. اینها مواردی هست که برای انجام دادن آنها بهتر و اولاتر هست و به تعبیری مستحب هست که انسان وضو داشته باشد. اگر بدون وضو این کارها را انجام داد، اشکالی ندارد، زیرا که جز مستحبات است. اما اگر وضو گرفت و این کارها را انجام داد، بر سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم عمل کرده و قطعاً به اصطلاح در زندگی او تأثیری خواهد داشت، زیرا که این یک نوع برکت هست و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم هست، قطعاً بی حکمت نیست. تا برنامه دیگر و مطالب دیگر شما رو به الله متعال می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.